من یک آیت نگاه کردم در زیرش مفسرها بسیار یک گپ جالب آوردن، زین خاطر ایرا میگم و تفسیر آیت دوم را میگذارم. آیت داریم در سوره اسراء آیت 9: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. این قرآن الله مهربان میگه مردم را به راه راهنمایی میکند که راستترین و استوارترین راهها برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است. یعنی این قرآن برادر عزیز ما را راهنمایی میکند به استوارترین و راستترین راه. این کتاب برای همین آمده است که مردم هدایت کند، مردم به راه سعادت دنیا و آخرت رساند. میگه وقتی که همین ناپلیون برادر عزیز بسیار شما که این نام شنیدگین، ناپلیون بوناپارت، این مرد ملتش فرانسوز بود، این انا بگیم امپراتوری همون فرانسیا بود. این خیلی آدمی سیاستمدار، سیاست شناس، بسیار یک پلکواد است، گویم ترجمهش میکنن، تحلیلش میکنن. خیلی مکتب‌های بگیم حربی خواندگی، حتی شما تاریخ خواندین که سالهای 812 حتی هجومی با 600,000 عسکرش هجومی بر همین روسیه کرده بود. متاسفانه در دوام 6 ماه شکست خورد که بازگشتش با سوی وطنش همگی 30,000 عسکرش زنده دریافت کرد، دیگه همش تلف داد. انا همین ناپلیون برادر عزیز و گرامی میگه وقتی که فکر کرد، اندیشه کرد که چگونه من همین دولت‌های اسلامی را ضبط کرده بگیرم و مقصد زیر تسلط دولت فرانسه بگذارم، یعنی همیشه از ما اطاعت کنن. میگه وقتی در همین اندیشه بود یاردمچی‌هاش گفت که همین مرکزی مردم مسلمان در کجاست؟ گفتن در مصر. و مصر آمد، ولی همون طرف الکساندریه آمد، طرف قاهره آمد. بعد میگه کتابخانه در آمد، کتابخانه در آمد و کتابخانه کلان مصر در آمد. بعد گفت از همه کتابی را که همین مسلمان ها احترام دارن، میخوانن، خب قدر میکنن، کدام کتاب است؟ گفتن اینا کتابی دارن به نام قرآن. گفتن همون کتاب بر من نشان دید. کتاب آوردن نشان دادن. میگه وقتی که کتاب نشان دادن، میگه وقتی هم تا کشادش الله بزرگ میگه همین سوره اسراء، همین آیتی را که من خواندم این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، همین آیت را میگه چشمش رسید. او که همین را خوانین، میگه در اونجا متخصص بودن خواندن. او چی معنا دارد؟ او معناش انا همین معنایی که من کردم، این کتابی است که مردم به سوی راه راست، برای استوار بر رسیدن سعادت دنیا و آخرت هدایت میکند. میگه وقتی همین سخن گوش کرد، البته برادر عزیز قرآن معجزه اخی، این بسیار یک معجزه بزرگی هست قرآن که از سخنهای جناب لاهوری میگه نقش قرآن چون در این عالم نشست، نقشهای کاهن و پاپا شکست. ببین برباد دهنده همه همون دین ها میگه همین قرآن شید. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر گشت جهان دیگر شود. این قرآن همین کتابی است که برادر از یک تأثیرات کلی می‌دارد. حتی ببین فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. وقتی ناپلیون که ایرا دید، وقتی ناپلیون که ایرا خوان، برادر عزیز در حال میگه گوش انداخت و رفت و کاخش رفت، در جایی که استراحت میکرد. همین سخن خیلی برای او مقصد تأثیر بخش بود. پگاه آمد، از دیگر آیات قرآن برای او معنا کردن. روز دیگر آمد، باز از همین کتاب باز تلاوت کردن. بعد گفت من یک سوال دارم، همین کتاب مردم چگونه پذیرایی دارن؟ همه این مردم گو همین کتاب میدونن؟ گو همه این مردم کتاب میدونن، همه این مردم کتاب میخوانن. گفتن حتی اعتقاد دارن که این از نزد خداوند و پیامبر آخرالزمان محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. برادرای عزیز، ناپلیون در همینجا دو جمله بسیار بسیار با ارزش گفت. هر مسلمان در ذهنتان سخنی ناپلیون را بگیرین، نگین که این ناپلیون آدمی بیدین بود، برای ما چی در کاره. نه، میگه منگر که چی میگوید بینگر که کی میگوید. یعنی شما نگاه کنین که کیها گپ میزنن. هر حرفی که از دهن کسی میبراید دانشمند، او یک معنای دارد. او را هر یک انسان باید برای خودش اندیشه کنه، در گردی او یک تفکری داشته باشه. زین لحاظ ناپلیون دو جمله گفت، یکیش به ضرر ما هست، یکیش به فایده ما. زیرا ناپلیون خواست که تمام دولت‌های اسلامی را ضبط کرده بگیرد.
بعد همین قرآن فکری همین مرد تغییر یافت. برادرای عزیز، همین معجزه الهی فکر میگم این ناپلیون تغییر داد و الا این مرد قوه و توانایی و قدرتی داشت که تمام دولت ها را مقصد ضبط کرده بگیره. چی گفت؟ همین دو جمله چی بود؟ یک تشمین بود. گفت تا زمانی که این مردم با این کتاب عمل کنن، با این کتاب عمل کنن، این کتاب خوانن و این کتاب اگر دستور عمل حیاتیشان قرار تیان، اینها هیچگاه خار نمیشوند، ذلیل نمیشوند، محتاج و متهم نمیشوند و هیچ دولت دنیا اینها را مقصد ضبط کرده گرفته نمیتواند. خلاصه ناپلیون یکم جملهش. دوم گفت ما وقتی میتونیم اینها را ضبط کرده و محاصره کرده و غلام کردن، وقتی میتونیم که اینها از این کتاب فاصله بگیرن، یعنی اینها به این کتاب توجه نکنن، این کتاب در محبت نبندن، از این کتاب که دور شدن، ما در بالای سر اینها هر چی خواهیم آورده میتونیم.